الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 25 از شرح کتاب عقیده رازیان که اصل السنه و اعتقاد الدین است و انشاءالله سبحانه و تعالی در این حلقه به موضوعی نو داخل خواهیم شد و این موضوع را انشاءالله به تفصیلهایش بیان خواهیم کرد. موضوع امروزه ما اثبات صفتی رؤیت بر الله سبحانه و تعالی، یعنی ما اثبات میکنیم حالا که الله سبحانه و تعالی در آخرت دیده می شود. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله بیان میکنند: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. معنیش الله تبارک و تعالی دیده می شود در آخرت و اهل جنت به چشمان سرشون الله را می بینند و کلام الله را، سخن الله را می شنوند چگونه ای که الله خواهد و کما شاء، چه خیلی که خواهد، چگونه و چه خیلی که الله سبحانه و تعالی خواهد. این مختصری مذهبی همه سلف بود. همه سلف اجماع میکنند و اجماع در این مسئله یک چند نفر از علما نقل کردند که صحابگان، تابعین، تبع تابعین همه بر همین عقیده بودند که الله در روز قیامت در جنت دیده می شود به همین چشمهای سر. امروز این چشمهای ما البته ضعیف است، طاقت دیدنی الله سبحانه و تعالی را ندارد. این عالم اصلا طاقت جمال الله سبحانه و تعالی را ندارد. اما در روز قیامت الله ما را همچنین دوباره از قبر محشور می کند و به جنت داخل می کند که طاقت دیداری جمال الله را ما به فضل الله البته خواهیم داشت و این البته فضل الله است. این البته دیدن جمال الله در روز آخرت یک نعمت بزرگترین است که این یک مکافات بزرگترین به اهل جنت است، دلالت بر رضایت الله میکند و این مقصدی هر یک موحد است. من و شما وقتی که توحید میگوییم، عقیده میگوییم و به خاطر الله براءت و موالات میکنیم و این همه عقیده آموزش به خاطر چی؟ به خاطر رضایت الله را به دست آوردن، جمال الله را دیدن و در جنت زندگی کردن است. این همین است. البته دیدن جمال الله، یعنی دیدن الله ثابت هست به نص واضح و صریح، به نص از کتاب الله، از سنت رسول الله و از اقوال صحابه و تابعین و تبع تابعین. رؤیت الله در آخرت ثابت است. اما پیش از این که ما در این مسئله حجت ها را ذکر کنیم و اثبات بکنیم که در روز آخرت الله سبحانه و تعالی دیده می شود، بیایید یعنی به یک ترتیب پیش رویم. ترتیب ما این است که اول دیدن الله را، یعنی در این روز در عالم، در همین عالم امروز آیا الله دیده می شود یا نمی شود، و بعد از این آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را در این عالم یا که در بالا برآمدنشان دیدند یا ندیدند، آیا کفار الله را در روز قیامت میبینند و نمیبینند، صحبت میکنیم. البته مسئله مذهب اهل سنت را مختصرا شما فهمیدید که ما ایمان داریم که
الله دیده می شود. و در این مسئله البته حجت ها را ما ذکر میکنیم. حجت ها را از قرآن و سنت زیاد ذکر میکنیم. اما پیش از مسئله آخرت ما بیاید در مسئله این دنیا صحبت بکنیم. مسئله اول، زیرا در باب رؤیه دیدن یعنی مسائل، چند مسائل است. مسئله اول بگویم آیا الله در این دنیا دیده می شود؟ آیا امکانیت دارد که یگان کسی الله را در همین دنیا ببیند؟ و آیا همین چنین عقیده را داشتن جایز است که الله را در این دنیا دیده ممکن است؟ در این مسئله دو مذهب وجود دارد. مذهبی حق، اهل سنت و الجماعت، فرقه ناجعه، مذهبی سلف صالح، مذهبی من و شما، و مذهبی قبوری صوفی ها. مذهبی صوفی ها اولا میگیم. صوفی ها میگن که یعنی اعتقاد دارند، همچنین میپندارند که ان الله یرا فی الدنیا یقظه، الله در همین دنیا در حالت بیداری بدو همون چشم سر دیده می شود. و ان الاولیاء یرون الله فی الدنیا فیکلم و یکلمونه. و بالخصوص اولیاهای صوفی، اولیاها یعنی مشایخهای بزرگشون بدو چشمشون در همین دنیا الله را می بینند و با الله صحبت میکنند و الله هم با اونها صحبت میکند. این عقیده کی است؟ عقیده غلات صوفی است. از همین جهت وقتی که به صوفی ها من و شما میگویم که قال الله و قال الرسول، ان این قرآن آیت اومد، ان این سنت صحیح بخاری، حدیث صحیح بخاری از سنت پیامبر نقل میکند، صحیح است، بیاد میگه قرآن رو به یک طرف گذار، حدیث رو به یک طرف گذار، من راست مستقیم از الله دارم با تو صحبت میکنم. صوفی همین سخن رو میکنه. ما به صوفی میگیم چگونه قرآن رو به یک طرف گذاریم، سنت رو به یک طرف گذاریم، تو چگونه از الله صحبت میکنی؟ میگه که من الله رو میبینم، هر هفته، هر ماه، هر روز الله رو میبینم، الله مرا میبیند، من به الله سخن میکنم، الله به من سخن میکند، من وحی به من وحی میاد. از همین جهت امروز صوفی های زیادی هستند که میگویند حدثنی ربی، کلمنی ربی، الله به من گفت، الله به من سخن کرد، الله به من علم داد. خودش را امتی محمد صلی الله علیه و سلم میداند، اما قرآن و سنت را اصلا قبول ندارد، به وی دیگر وحی میآید از جانب الله. و این چنین صوفی ها البته که شما میگید که در جای ما کم است، در جای ما از مردم میترسند، کمی کم هستند، اما این چنین صوفی ها در افغانستان وجود دارد، این چنین صوفی ها در هندوستان وجود دارد، در پاکستان وجود دارد، این چنین صوفی ها در افریقا وجود دارد و این چنین صوفی ها در لبنان وجود دارد. حبشی ها هم همچنین عقیده دارد. در سراسر دنیا، حتی در همون چچنستان همچنین صوفی ها وجود دارد. کوکاس، در همون روسیه، در تترستان وجود دارد. این چنین صوفی ها وجود دارد. شما شاید ندیدید، برای اینکه اونها این سخنشون در همه جا نمیگویند. این سخنی اینها است. البته صوفی های غلاتش هست که میگوید که من الله را میبینم، الله مرا میبیند و سخن میکنم، سخن میکند. همچنین سخنشون است. از همین جهت اینها میگن که الله را من دیدم که الله به من گفت هر کار میخواهی بکن، تو به حق رسیدی. امروز صوفی های هستن که یعنی برای خودشون همه چیزهای حرام را حلال کرده اند. زنا حلال است، بگویم حرام خوری حلال است، ربا حلال است، دیگر کارها حلال است، فقط به یک نفر اولیای صوفی، به دیگرها حلال نیست. چرا؟ برای که من الله را دیدم، الله به من اجازت داد. انا این است که ما میگیم این دین صوفی ها دینی باطل است، دین افسانوی است. یعنی دین افسانوی به این معنی که دروغ و بهتان سر و پا وجود دارد. اگر یک کودک 5 ساله را در پیش صوفی ها مونید، باور بکنید این کودک تا صوفی شدنش چندین بار اول دیوانه می شود، برای اینکه عقل کودک هم نمیگه این سخن اینها را قبول ندارد. و این چنین صوفی های غلات امروز وجود دارند. در ترکیه وجود دارند، سلیمانیه، صوفی های سلیمانیه، صوفی های تیجانیه، صوفی های مولویه. همین جلال الدین رومی انا همچنین صوفی های غلات بود. پس صوفی ها عقیده باطلشون این است که میگن که در این دنیا الله دیده می شود به چشم سر. با صوفی ها ما را، اهل سنت رو میگن که شما مجسمه هستید، شما صفت الله را دست دارد، پا دارد. اما خودی صوفی ها میگن که الله را دیده می شود مثل انسان، در بعضی روایت‌هاش مثل یک شیخ سله دارد، این دارد، اون دارد. اعوذ بالله. صوفی ها گمراهند، هم مجسمه صوفی هستند، هم قبوری صوفی هستند.
هم تمام مشکلی در اینها وجود دارد و انا اینها البته این عقیده باطل را رافضه هایم قسمی از رافضه های غلات هم دارند. امام هایشون را مثل الله و میگن که الله به صورت امام می آید و همچنین سخن های غلو وجود دارد. پس این مذهب اول مذهب باطل است. این مذهب مذهب کفری است، مخالف قرآن و سنت صریح و البته بعد از این مشکلات های دیگر است. مذهب دوم مذهب حق، خیلی که گفتیم سلف صالح، مذهب البته قرآن و سنت و سلف صالح و اهل سنت در جماعت هستند که میگویند ان الله تعالی لا یرا فی الدنیا و هذا باجماع السلف، همانا که الله سبحانه و تعالی در دنیا دیده نمی شود و این به اجماع سلف است. سلف کی؟ تابعین، بگیم صحابه، تابعین، تبع تابعین. اینها میگن که همه اشون یک سخن میکنن که در این دنیا الله دیده نمی شود و هیچ کس در این دنیا الله را ندیده است و نمی بیند. یگان نفر از پیامبر الله را در این دنیا آیا دید؟ ندید. آیا کسی میتواند که ببیند؟ نمیتواند. چرا؟ برای آنکه الله همین را خواسته است. یکم جواب، برای آنکه جسم ما طاقت دیدن جمال الله را ندارد، ما آب میشویم، نابود میشویم. قصه حضرت موسی معروف است، خیلی که در سوره اعراف ذکر شده است. آیه 143 141 42 43 رو نظر بکنید. وقتی که موسی میگویند که ای الله من میخوام تو را ببینم، الله میگه که لن ترانی، هرگز مرا نمیبینی. معنیش این است که در این دنیا هرگز مرا نمیبینی. در دانش ولکن میگه انظر الی الجبل، اما نظر کن به همون کوه، این استقر مکانه فسوف یرانی، اگر همین کوه جمال من دیده طاقت کرده تواند در جایش باقی بماند، تو هم دیده میتونی. وقتی که الله جمالش رو به کنی شما میتید، البته که کوه پوره پوره میشود. این معروف است که این دنیا اصلا طاقت دیدار جمالی بزرگ و زیبای الله سبحانه و تعالی ندارد. از همین جهت الله خودش در قرآن آشکار و واضح بیان میکند که لن ترانی، هرگز مرا نمیبینی در این دنیا. این آیت به این دنیا تعلق دارد. اشعری و ماتریدی این آیت رو به آخرت گفتن در آخرت هم دیده نمیشود. مذهب اشعری، ماتریدی و جهمی ها باطل است. این آیت رو دلیل کردن گفتن که الله خودش گفت که مرا نمیبینی، پس نه در این دنیا نه در آخرت نمیبینی. ما میگیم که البته که الله سبحانه و تعالی در این دنیا دیده نمی شود و این آیت که در حق حضرت موسی نازل شده است، یعنی این قصه حضرت موسی را نقل میکند، فقط به همین دنیا تعلق دارد که در این دنیا هیچ کسی الله را دیده نمیتواند. اما در آخرت الله به اجماع سلف به دلالت قرآن و سنت دیده می شود در دو حالت، هم در روز قیامت و بعد از اینکه به جنت انسان ها می درد. و در این مسئله ما خیلی که در اول حلقه گفتیم که مذهبی سلف صالح است، در آخرت دیده می شود. پس این بود مسئله اول. در این دنیا غالی ها میگن که از صوفه قبور دیده می شود، سلف صالح اجماع میکنن که دیده نشود. مذهب مؤمن است، الله دیده نمی شود. مسئله دوم، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دنیا به چشمشون الله را دیده اند یا که وقتی که به معراج برآمدن الله را دیده اند؟ البته در این مسئله خلاف بین صحابگان صادر شد به دو قول. صحابگان اختلاف کردند. در حقیقت در این مسئله صحابگان اختلاف کردند. قول اول این است که علما میگن انه لم یره ببصره ولا بعین رأسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را ندیدند به چشمشون، به همون دو چشمی که در سر ما وجود دارد، یعنی به همون چشم طبیعی انسانی الله را ندیدند. و این قول جمهور صحابگان است و دلیل میگیرند حدیثی عایشه رضی الله عنها مادرمون رو که عایشه گفتند من قال ان الرسول رأى الله فقد اعظم على الله فقد اعظم على الله فریه. همانا هر کسی بگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را دیده است، به تحقیق به الله یک فریه، سخنی به حجت، یک
تهمت بسته است. پس ما وقتی که گفتیم که در این دنیا دیده نمی شود، به اجماع دیده نمی شود، اما در حق پیامبر صحابان اختلاف کردند که پیامبر رو دیدن یا ندیدن. غیر از پیامبر همه به اجماع کردند که هیچ کس نمی بیند و نمی تواند که بیند، اما در حق پیامبر اختلاف کردند. قول صحیح حال زور بیان میکنم. قول اول گفتند پیامبر ندیدند در این دنیا، یا که حتی در معراج هم پیامبر الله را ندیدند. چخیلی که در حدیث ابو ذر آمده است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و را پرسیده شد که گفتند هل رأیت ربک ای محمد صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ربت را دیدی در همون معراج؟ پیامبر گفتند قال نور ان اراه، این نور بود، الله یک نور بود که من چگونه میبینم، فقط نور رو دیدم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نه در این دنیا 23 سال که پیامبر زنده بودند و پیامبری کردند و نه در بگویم معراج وقتی که پیامبر بالا برآورده شدند و 5 وقت نماز فرض شد، به یک مقامی رفتند که هیچ جانداری رفته نبود، از مخلوقات هیچ کسی نرفت، فقط پیامبر به اون درجه بالا رفتند. حتی جبرائیل گفتند که من نمیتونم بروم اونجا، فقط پیامبر رفتند. با الله صحبت کردند، الله را دیدند یا ندیدند؟ ندیدند، فقط نور دیدند. این قول اول است. قول دوم گفتند که قسمی از صحابه گفتند که پیامبر الله را دیدند و دلیل گرفتند با آیات های قرآن، مثلا بگویم بارک الله فیکم سوره نجم آیت 13 گفتند ولقد رآه نظرة اخرى، به تحقیق الله دید، به تحقیق پیامبر الله را دید در نظرة الاخرى. یا که آیت دیگر رو حجت گرفتند، سوره نجم آیت 8 رو گفتند که ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، و حدیث رو حجت گرفتند. البته حدیث صحیح است، امام ترمذی در سندشون، دارمی و امام احمد در مسندشون روایت میکنند. حدیث همین است که پیامبر گفتند رأیت ربی باحسن صوره او باحسن صوره، من دیدم ربم را با بهترین صورت، با بهترین نمود صورت. انا همین دلیل ها آوردند و قسمی از صحابگان کمی از صحابگان، برای اون که جمهوری صحابگان گفتند که پیامبر ندیدند، قسمی از صحابگان گفتند که میبینند. والله اعلم. قول راجح قول اول است، خیلی که ابن قدامه اشارهشون هست، خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه همین رو اختیار میکنند و خیلی که علی ابن خضیر هم همین رو ذکر کرده و یک چند علمای اهل سنت رو ذکر میکنند و انمین جمهوری صحابه در همین عقیده هستند که قول راجح چی است؟ همین است که هیچ کسی در این دنیا با همین چشمش الله را ندیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دنیا با چشم همون دنیویشون الله را ندیدند، در معراج هم الله را ندیدند. قول راجح همین است. اما آیا دیدن الله سبحانه و تعالی در خواب، دیدن به قلب در خواب رؤیه جایز است یا نیست؟ اگر جایز باشد فقط پیامبر میتوانند ببینند یا که دیگر کسا هم میتوانند ببینند؟ قول یک تو است. همه میگویند که بله صحیح همین است که اولا پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را در خوابشون دیدند. این حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند که پیامبر گفتند رأیت ربی باحسن صوره، من ربم را به بهترین صورت دیدم، این حدیث به خواب دلالت میکرد، در خوابشون پیامبر الله را دیدند. و انمین اختیاری شیخ الاسلام ابن تیمیه است و انمین است مضمون قول رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم و این مشهور است، این مسئله مشهور است. حتی ابن رجب حنبلی در همین حدیث، در زیر همین حدیث بگیم در شرح همین حدیث یک کتاب نوشتند، یک کتابی رو تالیف کردند در بالای این حدیث و بیان کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را در خوابشون دیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را در خوابشون دیدند و این نه فقط به پیامبر، این چنین دیگر انسان ها از امتشون میتواند که الله را در خوابش ببیند. چخیلی که ابو حنیفه میگن که من الله را در خوابم دیدم، چخیلی که روایت از عبدالقادر جیلانی اومده است، چخیلی که از امروزه علماء هم هستند کسایی که میگن که الله را من در خواب دیدم. البته انا همچنین است و این مسئله معروف است. پس در این دنیا هیچ کسی به چشم سرش ندیده است
بلکه در خواب البته دیدنش ممکن است. اما در مسئله انکنون به موضوع باز اگر بگردیم، آیا در آخرت الله سبحانه و تعالی دیده می شود یا نه؟ بله. مسئله این دنیا به پایان رسید و مسئله آخرت به وجود می آید. مسئله این دنیا رو مختصر بگویم، آیا الله دیده میشه نمیشه؟ دو مذهب بوده است، مذهب صوفیای قبوری رافضه و مذهب اهل سنت و الجماعت. پیامبر یا دیدن یا ندیدند دو مذهب از صحابگان، مذهب قول راجح جمهوری یعنی صحابگان، پیامبر هیچ کسی ندید الله سبحانه و تعالی، و در خواب دیدن جایز است. اما آیا در آخرت الله دیده می شود یا نمی شود؟ بله. خیلی که ما سخنی بارک الله فیکم ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی را بیان کردیم. ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی رحمهم الله عالم‌های سلف و ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، همه علما اجماع میکنند. هر عالمی سلفی که نامش میدونید اجماع میکنند و میگن که والله تبارک و تعالی یرا فی الاخره، الله تبارک و تعالی در آخرت دیده میشود. و یراه اهل الجنه بابصارهم، و اهل جنت به چشمهایشون الله را میبینند و کلام الله را میشنوند. چه خیلی که الله خواهد. بله، این است عقیده اهل سنت و الجماعت. البته در این مسئله این چنین مذهب‌های باطل وجود دارد. ما حالا اینجا مذاهب رو ذکر میکنیم و بعد از این حجت اهل سنت رو ذکر میکنیم. بارک الله فیکم. آیا الله در آخرت دیده میشود یا نمیشود؟ در این مسئله مذاهب وجود دارد. والله اعلم. یک چند از علما سه مذهب رو ذکر میکنند. مختصری اگر مذاهب ذکر بکنید سه مذهب است و بعضی از علما 5 مذهب رو ذکر میکنند. یعنی مذهب جهمی رو کمی وسیع‌تر ذکر میکنند و ما میگیم که البته که بارک الله فیکم اولا مذهب اهل سنت و الجماعت است. همین چی است؟ الله در آخرت در دو حالت یا در دو موضع دیده می شود. موضع می دانید چیست؟ در دو موضع، در دو مکان. موضع اول در روز عرصات قیامت، وقتی که همه از قبرهایشان می خیزند، قیامت به وجود می آید. حالا به جنت و دوزخ نرفته، مؤمن و مسلمان ها موحدین به چشمهایشون در همین روز قیامت الله سبحانه و تعالی را میبینند. البته این مسئله معروف است، در آیات قرآن هم آمده است و شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب واسطیه آشکار بیان میکنند و میگویند یرونه سبحانه فی عرصات القیامه، یعنی الله را میبینند در عرصات قیامت، در حالت جریان شدنی رفته ایستادن قیامت. یکم موضعی که الله را میبینند روز قیامت است. دومین موضعی که الله دیده میشد و یرا ایضا فی الجنه، و این چنین در جنت دیده میشود. خیلی که در کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسی این چنین ذکر میکنند. ما سخنهای سلف رو و سخنهای متقدمین همه رو به شما جمع کرده گفتیم. در بارک الله فیکم لمعة الاعتقاد وقتی که نظر کنید میبینید که والمؤمنون یرون ربهم فی الآخرة بابصارهم و یزورونه و یکلمهم و یکلمونه، مؤمن ها ربشان را میبینند در آخرت به چشمهایشان و زیارت میکنند الله را و سخن میکنند به الله و الله با آنها سخن میکند. و در دوامش میگویند که و کافرها از دیدن جمال الله محجوب میمونند، یعنی دیده نمیتوانند. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. پس بله، در روز قیامت میبینند و بعد از جنت در اومدن میبینند الله را زیارت میکنند، الله اونها را زیارت میکند. به این معنا که الله دیدن به میروند و الله هم جمالش را بالعموم نشون میدهد. الله سخن میکند به اهل جنت و اهل جنت هم به الله سخن میکند. خیلی که در لمعة الاعتقاد ذکر کردند. اما همینجا یک حالت است که مؤمن ها از همدیگر در دیدن جمال الله فرق میکنند. همه حسب درجات خودش، یعنی مقدار درجه اش الله را میبیند. بعضی از مؤمن ها هست که الله را هر روز میبیند و امید میکنیم و دعا میکنیم و طلب میکنیم از الله که ما از جمله همچنین مؤمنان باشیم که هر روز جمال الله را ببینیم. و بعضی ها هستند که فقط در روز جمعه میبینند
و بعضی هستن که از این زیادتر یا که دورتر. و بزرگترین نعمت جنت این دیدن چی است؟ جمال الله سبحانه و تعالی است. و این سخنها البته از کتاب لمعة الاعتقاد و از کتاب عقیدة الواسطیه و از کتاب رؤیه در کتاب توحید ابن خزیمه و از مذهب سلف الدارمی و غیره من به شما جمع کرده گرفته شدم. پس این کی بود؟ دیدن جمال الله در روز آخرت. مذهب اول میگن که در روز آخرت دیده می شود و در جنت دیده می شود. اما این مذهب اول، مذهب اهل سنت و الجماعت، میگن که فقط مؤمن ها الله را میبینند، کافرها الله را نمیبینند. یا که در بالای کافر اصلا اگر نظر کنیم خود اهل سنت و الجماعت به سه قول اختلاف کردند. جمهور علما، اکثر علما، بسیاری علما میگن که کافرها در روز قیامت در یگان حالت هم الله را نمیبینند. کافرهای اصلی یا مرتدها یا که کسایی که منافق بودند در این دنیا، منافق اعتقادی اکبر، اینها الله را نمیبینند. در اساس حجت سوره مطففون آیه 15 هم که الله سبحانه و تعالی میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، هرگز آنها از ربشون در آن روز محجوب میشوند. یعنی الله سبحانه و تعالی بین خودش و بین کافرها یک پرده رو میگذارد که کافرها الله رو دیده نمیتوانند و این مذهب اکثر علما است. اما ابن خزیمه در کتاب توحیدشون میگن که کافرهای اصلی یا منافقها یک بار الله رو میبیند، همچون عذاب الله رو دیده از ترس گناهشون که زیاد است عذاب میکشند. این قول دوم است. قول سوم میگن که این چنین کافرها میبینند اما عذاب میکنند. والله اعلم اینجا راجح کدام قول است، لیکن قول اول قولی بقوت و قوی هست و من هم در همین قول اول هستم. والله اعلم در اساس آیت قرآن که کافرها جمال الله را دیده نمیتوانند، اگر ببینند هم نه همچون یک نعمت و همچون یک لذت، بلکه همچون یک عذاب، همچون یک عذاب میبینند. پس این است مذهب اول. مذهب اهل سنت و الجماعت چی میگفتند؟ در روز قیامت الله دیده میشود اما فقط مؤمنین و موحدین میبینند. در حق کافر قول راجح همین است که نمیبینند. سه قول است، قول راجح همین است که نمیبینند. مذهب دوم مذهب اشعری ها. مذهب اشعری ها و مذهب ماتریدی ها، هر دوش اینها یک مذهب هستند در همین مسئله. مذهب اشعری ها و ماتریدی ها میگن که بله، ببینید خوب دقت بدید، اشعری ها و ماتریدی ها بین انسان رو گمراه میکنند و با بازی هایی که بدین میکنند. میگن که بله، ما میگن اثبات میکنیم رؤیت رو، همین الرؤیه رو، دیده شدن الله رو اثبات میکنیم و میگوییم که ان الله یرا یوم القیامه، الله دیده میشود یوم القیامه، در روز قیامت. اما چخیل دیده میشود؟ الله دیده میشود در روز قیامت، این یک مسئله هست، اما چخیل دیده میشود؟ اهل سنت میگن که با چشمهایمون چخیلی که امروز همه چیزها رو میبینیم، در روز قیامت هم چشم ما رو الله قوی و جسم ما رو قوی میکند، با چشمهایمون میبینیم در قیامت و در جنت. اشعری ها و ماتریدی ها میگن که الله دیده میشود، اما چخیل دیده میشود؟ میگن که نه با چشم دیده نمیشود و در روبرو، همچون یک چیز روبرو شود دیده میشود، یک در یگون جهت دیده میشود. هم خیلی نه. الله هم میگیم که در جهتی بالا، در جهتی علو، در روز قیامت هم و در جنت هم دیده میشود و در مواجهه روبرو و با چشم میبینیم. اما اشعری ها و ماتریدی ها میگن که در روبرو دیده نمیشود، با چشم دیده نمیشود و در جهتی بالا یا پایان در اینجا دیده نمیشود. پس چخیل دیده میشود؟ میگن که رؤیه این رؤیه علمی هست. یعنی به کدام معنا؟ العلم والیقین والکشف. یعنی شما الله را به چشم نمیبینید، در یگان جهت نمیبینید، در خواب یا که به درون علمی میبینید. الله المستعان. به علم یقین، یعنی یقین شما زیاد میشد، الله به کشف میشود، همچنین چیزهای باطل. از همین جهت اشعری ها رو وقتی که سوال میکنید که الله آیا دیده میشود یا نه، میگن که بله دیده میشود. چخیل دیده میشود؟ وقتی که گوید انکنون حقیقت اشعری و ماتریدی پیدا میشد. میگن که وقتی که سوال کردید که چخیل دیده میشود، میگن که
آیا با چشمهایشان اهل جنت الله را میبینند یا در روز قیامت میگن که لا، نه، با چشمها دیده نمیشود. در جهت بالا پایان راست چپ هم دیده نمیشود. الله را به درون میبینید. انما یرونه بقلوبهم، همانا که به دل دیده میشد. پس انمین سخن اشعری ها و ماتریدی ها آشکار و واضح انکار رؤیت الله است. این اشعری ها و ماتریدی ها در حقیقت مذهبی خرابی، مذهبی باطلی، مذهبی گمراه شده، مذهبی کلامی فرسخات دور از قرآن و سنت و مذهبی سلف صالح است. اما افسوس که مردم تاجیک فارس همو قدر علمای سلف را یک طرف گذاشته، باز رفتن به همون مذهبی باطلی جهمی، شاگرد جهم بن صفوان، این گمراه های ماتریدی یا اشعری، کلامی ها، فلسفه ها. ایمان در چخیلی که دیدید در نزد اینها فقط تصدیق است. اینها در باب ایمان گمراه شدند، در باب کلام الله گمراه شدند، در باب تقدیر گمراه شدند، در باب اثبات علو الله گمراه شدند و در باب رؤیت هم گمراه هستند. الله از نظری اینها حقیقتا به چشم در یک جهت دیده نمی شود. الله در دل دیده می شود. در دل دیده می شود، یعنی بود دیده نمی شود. این مذهبی دوم سوم گویت هم می شود. مذهبی اشعری ها مذهبی دوم، مذهبی ماتریدی ها مذهبی سوم. و بعد از این مذهبی معتزله ها وجود دارد و مذهبی چی؟ جهمی ها و خوارج ها و رافضه ها. همه اینها یک مذهب دارند در همین باب دیدن الله. مذهبی معتزله ها در باب ایمان، معتزله ها خوارج است. مذهبی جهمی ها و مذهبی خوارج ها و مذهبی رافضه ها، همه این مذهب های باطل آشکار و واضح دیدن الله را انکار میکنند. آشکار میگن که ان الله لا یرا لا فی الدنیا ولا فی الاخره، همانا که الله دیده نمیشود نه در دنیا و نه در آخرت. این است مذهب. یعنی ما گفتیم در مسئله دیده شدن الله در روز آخرت چند مذهب بوده است؟ 3 مذهب. مذهب اهل سنت میگن که مؤمنین و موحدین الله را در 2 حالت میبینند، در 2 موضع، روز قیامت و در جنت. و اما کافرها را گفتن 3 قول و قول راجح نمیبینند. اشعری ها و ماتریدی ها گفتند بله، رؤیه رو ما اثبات میکنیم، الله دیده میشود اما به دلیل دیده میشود. و بالاخره سخن اشعری ها و ماتریدی ها چخیلی که در بالای سخن کلام الله بودم خیلی است. کلام الله گفتند که ما اثبات میکنیم کلام الله را، اما کلام الله به آواز نیست بلکه از درون الله است و غیره و غیره. سخن اشعری ها و ماتریدی ها در آخر جهمی بود در باب کلام الله. این چنین در باب دیدن الله، رؤیت الله، با سخنشون نتیجه از چی است؟ همین مذهبی جهمی است. فقط جهمی ها، خوارج، رافضه، معتزله آشکار دیده نمیشود گفتند. اشعری ها و ماتریدی ها کمی چی کردند؟ به مرور زمانه یک نمودی جدید نو، یک ورسیه نوی جهمی ها برآمدند، زیرکی کردند و مردم را فریب دادند. و بالاخره مذهب دوم اشعری و ماتریدی نتیجهش دیده نمیشود، فقط به قلب میبینید، بچش دیده نمیشه. اما مذهبی معتزله ها، جهمی ها، خوارج ها، رافضه الله اصلا دیده نمیشود. این بود مذاهب. اما اکنون ما باید به شما اثبات کنیم عقیده اهل سنت و الجماعت رو که با کدام حجت ما گفتیم که الله سبحانه و تعالی دیده می شود. بله، الله سبحانه و تعالی دیده می شود در روزی آخرت و در جنت. این عقیده اهل سنت است. اما اشعری ها و ماتریدی ها و جهمی ها و معتزله ها و خوارج ها و رافضه ها دیدن الله را انکار میکنند. نتیجه سخنی اشعری و ماتریدی هم همین است. ما از به شما یک 3-4 آیات از آیات های قرآن و اینچنین از احادیث و قول های سلف صالح را ذکر میکنیم. شاید روز آینده هم یک حلقه در این باب صحبت بکنیم. اولین آیت الله سبحانه و تعالی میگوید بارک الله فیکم. نظر کنید به سوره قیامت، القیامه، آیت 22 و 23. الله چی میگه؟ وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره ناظره ناظره. روی های هستند که در روز آخرت ناظره هستند. ناظره یعنی چی؟ روی های خوب، حسنه، زیبا و
کشاد و خرسند و نورانی. ناظره معناش همین است. معنای ناظره چی بوده است؟ حسنه، جمیله، بهیه. حسنه خوب، زیبا، کشاد. خرسند همه خیلی روحا آدم های بودن که همه خیلی روی خوب و زیبا داشتند. خرسند اینها موحدین و مؤمنین هستند و به کجا نگاه میکردند؟ الی ربها ناظره، به سوی ربشون نظر میکردند. یعنی خرسند، خوشحال، نورانی، زیبا نظر میکنند به سوی ربشون، الله را میبینند. این آشکار و واضح است. الی ربها ناظره، به سوی الله نظر میکنند. کی این سخن را گفته است؟ نظر کنید به تفسیر ابن جریر الطبری رحمه الله، وفات کننده 210 هجری، مجله 23 صفحه 527. میگن که الی ربها ناظره، به سوی الله ناظره هستند. ناظره یعنی چی؟ ای مبصره، بیننده هستند. یعنی به سوی الله بیننده هستند، یعنی الله رو دیده هستند. ای مبصره بعینها تنظر الی الخالق، یعنی نظر میکنند به چشمهایشان به سوی الله، نظر میکنند به سوی خالقشون الله. به چی؟ به چشمهایشون. قاله ابن عباس، این سخن را کی گفت؟ ابن عباس رضی الله عنهما، مفسر قرآن. و از تابعین ها کی؟ والحسن البصری، حسن بصری، مجاهد و مجاهد. مجاهدین مولا ابن عباس، شاگرد ابن عباس است. و عکرمة بن دینار و اسماعیل بن ابی خالد و جماعه. انا این گرفتن قرآن به فهم سلف است. ما همیشه شعارمون چی است؟ همیشه به شما میگیم که قرآن و سنت رو به فهم سلف بگیرید. انا این معنای سخن ما رو اناکنون عملا شما ببینید که ما چگونه عمل میکنیم. عملی ما همین گونه است. یک آیت گرفتیم، وجوه یومئذ ناظره، معنای ناظره رو از کلام سلف گفتیم که حسنه، حسن، خوشرو، بهیه، کشاد، زیبا، خوشحال. و بعد از این دومین آیت گرفتیم، سوره قیامت آیت 21، الی رب ناظره، به سوی الله ناظره. کلمه ناظره چی بود است گفتیم؟ مبصره، یعنی نظر کننده، بیننده به چشم. کی گفته است؟ به فهم کی ما این سخن رو گفته استیم؟ به فهم عالمی 1000 سال پیش گذشته و 100 سال و 200 سال کدام عالم اینو عالم و عالم نه؟ صحابگان، تابعین و تبع تابعین. از صحابه ابن عباس، از تابعین حسن بصری، مجاهد، عکرمه، اسماعیل بن ابی خالد و جماعه. نظر کنید به تفسیر ابن جریر. انا این است دین، انا این است آموزش، انا این است منهج. مولوی جلال رومی شعرشمون نمیخونیم. انا این است منهج. این یکمین دلیل است. البته در زیر این آیت سوره قیامت، آیت 23 الی ربها ناظره، بعضی از روایت ها اومده است که اهل بدعت گمراه میشن به همون یعنی قول ها، سخن ها. مثلا بعضی از علما گفتن که منتظرة لثوابه، انتظار هستند به خاطر ثوابشون، ثواب الله را انتظار هستند. این سخن ابی صالح و یک قول از مجاهد است. در تفسیر ابن جریر مجله 23 508 و 509 ذکر شده است. یعنی در بالای تفسیر آیت 23 سوره قیامت که ما اثبات کردیم که همین آیت حجت است که الله دیده می شود، یک قول هم از بعضی از تابعین بوده است که معنای این آیت چی بوده است؟ ناظره، کلمه ناظره یکم معناش به چشم دیده می شود، یعنی به چشمشون الله را می بینند. معنای دومش انتظار هستند ثوابشون را از الله. اما مجاهد وقتی که این آیت را به همین معنای انتظار هستند معنی دادن، نگفتند که ما یعنی دیدن الله را انکار میکنیم، بلکه مجاهد اثبات میکنند. مجاهد دیدن رؤیت الله را انکار نمیکنند، اثبات میکنند. اما میگن که این آیت از یک چند معنی میدهد و یکی از معنایش این است. این معنای به معنای پیش اومدهش هیچ ضدیتی ندارد. معنای آیت این است که مردم انتظار هستند به یک ثواب بزرگی را از الله و اینچنین میبینند جمال الله را. انا همچنین آیت معنی داد میکرد. و
روایت از منصور آمده است و ولید ابن عبدالله ابن ابی مغیث میبرد که هر دوشون روایت میکنند از مجاهد که مجاهد در یک جای دیگر گفتند انها رؤیه. این آیت به چی دلالت میکرد؟ رؤیه، الله دیده میشود. پس الله دیده میشود در جهتی بالا. و این بود آیت اول از حجت ما. آیت دوم، حجت دوم، سوره یونس آیت 26. الله سبحانه و تعالی میگوید الحسن و زیاده. خودی مجاهد میگویند، مولای ابن عباس و دیگر از مفسرین میگن که این چی است؟ حسن جنت است، زیاده این نظر کردن به الله است. بارک الله فیکم. انا این است حجت. و با این آیت ها حجت گرفتند. مانع جماعت از امام هایی که شما دوستشون دارید، پیرویشون میکنید، به مانند ابو حنیفه نظر کنید. ابو حنیفه این آیت رو ذکر میکرد، به مانند در کتاب الاعتقاد لسعد نیسابوری صفحه 143 ذکر شده است. و ابو منصور عثمان بن سعید الدارمی در نقض بشر المریسی از ابو حنیفه ذکر میکنند. همین وقت ذکر میکنند. ابو حنیفه میگن که الله دیده میشد. و مالک ابن انس و شافعی، محمد بن الشافعی، احمد بن حنبل و ابو الحسن الاشعری، چهره که در کتاب الابانه من اصول الدیانه ذکر شده است، صفحه 35، همه اینها ذکر میکنند و میگویند که الله دیده میشود. اثبات میکنند رؤیت الله را با ظاهر همین آیت. الى ربها ناظره، سوره قیامت 23. الى وقتی که حرف الى همون الى وارد شد، الى بسوی، پس این متعدی هست میگند. یعنی نظر میکنند مؤمن ها بکی؟ بسوی الله، متعدی. فالنظر متعد من الناظر الى المنظور. نظر متعدی است، یعنی بغیرش گذشته است، از نظر کننده به نظر شونده. مؤمن ها نظر کننده هستند، الله نظر شونده است، یعنی مؤمن ها الله را میبینند. امام احمد ابن حنبل به همین آیت استدلال میکردند به تعدیه فعل به حرف اله، یعنی حرف اله این متعدی است، تعدیه کننده گفته و میگفتند اذا دخلت اله فسد الانتظار. آدم هایی که این آیت انتظار تفسیر میکنند، امام احمد ابن حنبل جواب میدن و رد میزنند و میگویند که زمانی که در اول آیت اله کلمه اله داخل شد، اله ربها ناظره، اله وقتی که داخل شد پس کلمه ناظره انتظار نیست، منتظره نیست، باطل میشود. منتظره گفتن باطل است، بلکه به نظر دلالت میکند، متعدی است. یعنی نظر میکنند، نظر کننده ها بکی؟ کی را؟ الله را. بارک الله فیکم. انا این است منهج سلف صالح و این است حق. دلیل دیگر را گفتیم، دلیل دوم رو بیاید کمی دربارش صحبت بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه للذین احسنوا الحسنى و زیاده، سوره یونس آیه 26. آنهایی که در این دنیا خوبی کرده اند، به این معنا که موحد بودند و اطاعت الله و شریعتش رو بجا آوردند، برای اونها حسنا هست. حسنا چی؟ برای اونها جنت است. و بر اضافه جنت و بر بالای جنت برای اینها یک زیادتی دیگر وجود دارد. انسان هایی که در این دنیا به طبق شریعت زندگی کردند و موحد بودند و برائت از کفار و مشرکین کردند و از شرک و از مشرکین کردند، اینها وقتی که آخرت می شود برای اینها حسنا است. حسنا چیست؟ جنت است. و برای اینها از جنت هم زیادتی یک چیز است. چی است همین زیاده؟ این رؤیت الله است. چخیلی که از پیامبر صلی الله علیه و آله خبری صحیح وارد شده است که میگن که الحسن الجنه، حسنایی که در سوره یونس آیه 26 اومد کلمه الحسن این جنت است، و زیاده این رؤیت است، دیدن جمال الله است. چخیلی که در صحیح مسلم آمده است، در مسند امام احمد آمده است و در سنن و غیره آمده است از صهیب که
ان رسول الله صلی الله علیه و تلا هذه الايه، رسول الله همین آیت رو سوره یونس 26 رو تلاوت میکنن. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای اونهایی که در این دنیا خوبی کردن، یعنی مؤمن موحد در شریعت یعنی داخل بودند و عمل کردند و وفات کردند، برای اینها حسنا جنت است و زیاده و این رؤیت الله است، الله رو میبینند. گفتند پیامبر این آیت تلاوت کردند و گفتند اذا دخل اهل الجنه الجنه و اهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون وما هو الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنه ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. حدیث ما لفظ امام احمد رو خوندیم و امام مسلم روایت میکنند. این حدیث رو هم امام مسلم روایت کردند، اما حدیثی که خوندیم این لفظ امام احمد روایت کرده است. پیامبر بعد از قرائت این آیت گفتند زمانی که داخل می شود اهل جنت به جنت و اهل نار، اهل دوزخ به دوزخ، یک ندا کننده ندا می کند و می گوید ای اهل جنت، همانا که برای شما از نزد الله یک موعدی هست و می خواهد که یک وعده داده شده بود که همین را می خواهد که بجا بیاورد. اهل جنت می گویند که این چی است؟ چی است که الله باز بعد از به جنت در آمدن می خواهد که به ما وعدهش رو اجرا کند؟ و اهل جنت می گویند که آیا الله این ترازی های ما رو وزنین کرده، روی های ما رو زیبا و نورانی کرده و ما رو به جنت در آورده و ما رو از آتش جهنم نجات نداد؟ یعنی این وعده ها رو به جا آورد، ما رو به جنت در آورد، ما نجات یافتیم. وہ چی است؟ الله حجاب رو از رویش می بردارد. فیکشف لهم الحجاب، یعنی الله حجاب رو از این مردم می بردارد. الله حجاب رو که در بین خودش و بین مردم است می بردارد و مردم نظر می کنند به الله و پیامبر میگویند که قسم به الله، یعنی الله برای اهل جنت هیچ چیز دوست داشته تر و بهتر هیچ چیز داده نبود مگرم نظر کردن به جمالش رو. یعنی نظر کردن به جمال الله از همه بهترین نعمتی جنت بوده است. البته این برای موحدین است و این البته حدیث مرفوع است از حدیث انس بن مالک، ابی بن کعب، کعب بن عجره و ابو موسی الاشعری. این روایت با روایت های گوناگون روایت شده است. بارک الله فیکم. از جماعت از صحابگان این چنین روایت است بمانند ابوبکر صدیق، حذیفه بن الیمانی، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، ابی موسی الاشعری و جماعت از تابعین بمانند سعید بن المسیب و الحسن البصری و عبدالرحمن بن ابی لیله و عکرمه بن دینار و مجاهد و قتاده و غیرشون. همه اینها چی میگن؟ الله در روز قیامت و در جنت دیده میشد. و انمین آیتی که ما گفتیم سوره یونس 26 للذین احسنوا الحسنى و زیاده دلالت به دیدن جمال الله میکرد. همه این صحابگان همین رو گفتند. و آیت سوم این است که الله سبحانه و تعالی در سوره قاف 35 میگه لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. برای آنها یعنی برای اهل جنتی ها هر چیزی که میخواهد دلشون داده میشود، وجود دارد و ما برای اهل جنت با زیادتی چیز میدهیم. زیادتی چیست؟ این جمال دیدار جمال الله سبحانه و تعالی است. و این آیت سوم حجت سوم بود. حجت چهارم سوره مطففین المطففین آیت 15 الله میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یعنی کافرها در روز قیامت از دیدن جمال الله محجوب میشوند. محجوب این که محکم میشوند بین اونها و بین الله. در بعض روایت ها ابر یعنی پرده به همین چیز می آید که الله اینو دیده نمیتونه. غم علیهم یعنی به این معنی که پرده از ابر یک تاریکی می آید و اونها را از دیدن جمال الله محکم میکند. پس این آیت دلالت میکند به مفهوم المخالفهش، چه که مذهب اهل سنت در مفهوم المخالفه معروف است. اگر از کافرها الله محجوب شود پس برای مؤمنان الله سبحانه و تعالی یعنی چی است؟ باز است و الله سبحانه و تعالی خودش را برای مؤمنان نشان میدهد. از همین جد امام شافعی رحمه الله میگن که لما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا والله لو لم يوقن
محمد ابن یعنی این ببینید محمد ابن ادریس انه یرى ربه فی المعاد لما عبده فی الدنیا، یعنی وقتی که این آیت به ما دلالت کرد که یک قوم وجود دارد که الله از اونها راضی نیست و الله جمالش را به اونها محکم میکند، پس همین آیت دلالت میکند که اگر یک قوم محکم شود یک قوم دیگر وجود دارد که الله از اونها راضی است و جمالش را برای اونها میکشاید. و قسم به الله میگن محمد ابن ادریس شافعی اگر محمد ابن ادریس شافعی یقین نمیکرد که الله دیده میشود در روز آخرت، الله را در این دنیا عبادت نمیکرد. یعنی معناش این که من یقین میکنم که الله در روز قیامت دیده میشود و به همین خاطر الله را اینچنین عبادت میکنم. بارک الله فیکم. این آیات رو استدلال گرفتند، دلیل گرفتند بسیاری از علمای سلف. یعنی ما یک آیات رو از پیش خودمون دلیل نمیگیریم، همچون دلیل ذکر نمیکنیم. مثلا ابن عیینه، سفیان ابن عیینه، عبدالله ابن مبارک، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی، وکی، احمد ابن حنبل و حسن البصری و جماعت از سلف صالح انا همین آیات رو دلیل میگیرند و میگن که الله دیده میشود. و البته با همین این القرار به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز دلیل ها رو از قرآن و دلیل ها رو از سنت مختصرا باز ذکر میکنیم، یا که اگر خواهیم یک دقیقه دیگر صحبت میکنیم و به همین سخن رو این مسئله رؤیت رو به پایان رسانی هم میشود. مثلا آیت احزاب 44 حجت چهارم احزاب 44 الله میگه تحیتهم یوم یلقونه سلام، روزی که مؤمنان با الله ملاقات میکنند تحیهشون سلام است. وعد لهم اجرا کریمه، و الله برای مؤمنان اجری بزرگی رو آماده کرده است. ملاقات میکنند، ملاقات کردن چگونه میشود؟ اهل لغت ذکر میکنند. مثلا نظر کنید به ثعلب و غیرشون از علمای سلفی که اهل لغت معتمد هستند، اجماع را نقل میکنند که ملاقات کردن مؤمنین به الله این به نظر است، به دیدن الله است. زیرا که در کلمه زبان عربی لقا یعنی روبرو شدن چی را معنی میدهد؟ نظر با چشم را، کلمه لقا. و این که الله سبحانه و تعالی میگه ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، یعنی الله قادر است. اینو دلالت میکرد که در سوره اعراف آیه 143 الله قادر است که مردم را یعنی به یک حالت دیگر یعنی جسمشون رو جسم قوی قرار دهد و جمالش رو به آنها نشون میدهد. و حدیثی صحیح وجود دارد خیلی که در صحیحین متفق علیه روایت است. امام بخاری به رقم 554 و امام مسلم به رقم 633 روایت میکنند از حدیث جریر ابن عبدالله الجبلی روایت است که میگوید كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. میگویند که ما با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم و رسول الله به ماهتاب شب 14 نظر کرد. شب 14 یعنی ماهتاب پر شده و کامل شده، ماهتابی که پر هست، کامل است، کروله و پره. پیامبر به همون ماهتاب نظر کردند و گفتند که حتما شما زود است که ربتون را میبینید عیانا به چشمهایتون، چگونه که انا من حاضر شما به چشمهایتون ماهتاب را دیده شدید و هیچ چیز شما را از دیدن جمال الله باز نمی‌دارد. و خوب دقت بدید در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله آشکار و واضح گفته است که الله را میبینید به چشمهایتون. اما بعضی‌ها میگن که این حدیث تشبیه دیدن تشبیه الله به ماهتاب است. نه، این قول شما اشعری ها و ماتریدی ها و صوفیای قباره گمراه است، بلکه الله را به ماهتاب یا که ماهتاب را پیامبر به الله تشبیه نکرده ایستادند. در اینجا تشبیه مثلی خود چیز نیست، تشبیه دیدن است. یعنی چگونه که شما این ماهتاب را میبینید آشکار و واضح، همان گونه الله را میبینید. ماهتاب مثل الله، الله مثل ماهتاب نیست، بلکه دیدن را تشبیه رؤیت، تشبیه دیدن را پیامبر کردند. دیدن را به دیدن پیامبر مانند و تشبیه کردن این جایز است. یعنی چی خیلی که به ملال انا همین ماهتاب را میبینید، الله را هم همچنین میبینید. پس عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، انس ابن مالک، جابر، ابو موسی الخدری، ابو موسی الاشعری، بگم ابو موسی الاشعری، بله، همه اینها چی میگن؟
همین حدیث حجت است، آشکار و واضح. بله الله رو با چشم میبینیم. و در این مسئله دیدن الله کتاب نوشته شده است. به مانند نظر بکنید کتابی التصدیق بالنظر الى الله تعالی فی الاخره، تصدیق کردن، نظر کردن به سوی الله در روز آخرت، اجری نوشتند. کتاب الرؤیا وجود دارد، کتاب رؤیت الله وجود دارد، یعنی دارقطنی می نویسند کتاب رؤیا را. ابن النحاس کتاب رؤیت الله می نویسند و امام های بزرگ درباره رؤیت الله نوشتند. پس این است مذهب اهل سنت و الجماعت که الله نه در این دنیا بلکه در آخرت دیده می شود. با همین والله اعلم این مسئله به پایان رسید و در روز دیگر مسئله و دیگر یعنی مسائلی که در این کتاب می آید به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.